سرخط خبرها. آغاز معرکه دعوت جوانان به ارتش در تاجیکستان. انتقال پول مهاجران به تاجیکستان کاهش یافته است و بحث دیگر باره متروی دوشنبه هوایی می شود یا زیر زمینی. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 1 اکتبر. شروع از امروز در تاجیکستان معرکه دعوت جوانان به ارتش در صف قوه‌های مسلح آغاز می شود. طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان دوام 2 ماه اکتبر و نوامبر امسال جوانان سال تولدشان 1997 تا 2006 برای خدمت در ارتش سفر برخواهند شد. مقامات رسمی وظیفه‌داران جوانان از 18 تا 27 ساله را که اساس قانونی برای آزادی از خدمت و سببی برای به تأخیر انداختن آن ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گواردیای ملی جلب کنند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان همساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت و جلب مجبوری یا به سلاح روسی ابله و آلوده می شود. هنوز در آستانه آغاز دعوت جوانان به ارتش، شیرعلی میرزا وزیر مدافع تاجیکستان از زیردستان خود خواسته بود هنگام جلب جوانان به خدمت حربی دست به کارهای غیر قانونی نزنند. دومای دولتی روسیه قرار است امروز به بررسی 5 لایحه قانون آغاز کند که با سنگین تر نمودن سیاست مهاجرت روانه شده‌اند. در این باره ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی در تلگرام کانال خود خبر داده است. همین طریق با نوشته او قانونگذاران از جمله چنین چاره‌هایی را پیشنهاد کردند: صادر شدن جنایت از جانب مهاجری که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارد همچون حالت وزنین کننده جزا اعتراف کرده شود. با جنایت‌های مخصوصاً وزنین داخل کردن تشکیل مهاجرت غیر قانونی و تعیین کردن جزا در شکل محرومیت از آزادی با مهلت از 8 تا 15 سال، مقرر نمودن چاره‌های جوابگری زیاد برای ساختکاری، تیار کردن یا گردش حجت‌های قلبکی و منع اشتراک کردن تشکیلات‌های میانه‌رو در قبول امتحان‌ها از مهاجران. با تاکید ولودین همه تشبس‌های در بالا ذکر شده باید برای به نظام درآوردن سیاست مهاجرت مساعدت کنند. بنا به آماری وزارت کارهای داخلی روسیه تنها در 8 ماه سال جاری 4573 دلیل ساختکاری حجت‌های مهاجران آشکار شده است. بانک آسیایی رشد از کاهش انتقال پول به تاجیکستان در 3 ماه دوم سال جاری خبر داد. به گفته اقتصاددان‌های این بانک سبب اصلی تنظیم شدید قانونگذاری مهاجرت در روسیه بوده است. در گزارش رشد آسیایی، بانک آسیایی رشد اگر انتقال پول در 3 ماه اول سال 2024 نسبت به همین دوره سال 2023 به اندازه 56% بالا رفته باشد، پس در 3 ماه دوم کاهش یافته است. مؤلفان نوشتند که تنظیم شدید قانونگذاری مهاجرت در روسیه با کاهش انتقالی مبلغ باعث گردیده رشد اقتصادی را باز می‌دارد. مؤلفان گزارش تاکید می‌کنند که اکثر مهاجران تاجیک مردان سنی از 15 تا 44 ساله بوده. انتقال مبلغ از جانب آنها به خراجات خانواده‌ها به خصوص به خریداری محصولات غیرعضوی و تعلیم سهم نظر است دارند. تاجیکستان از کشورهایی است که اقتصادش سخت پایبند پول مهاجران کاری است. آنها سالانه صدها میلیون دلار به کشور میفرستند و اقتصادی عائله‌ها را میچرخانند. مهاجران مهنتی در روسیه این کشور را یکی از منبع‌های اساسی درآمد خود می‌دانند. حالا از تقدیر منبع کار و احتمال اخراج از روسیه بیشتر در تشویشند. همساله 1 اکتبر همچون روز کهنسالان جشن گرفته می شود. سالمندان در تاجیکستان همه تقریبا مشکلی همسان دارند. برخی برابری بر نفقه برآمدن با مشکل خود تنها میمانند، کار نمی کنند، جای رفتن ندارند و اطرافیان و دوستان خود را از دست می دهند. همکاران ما در بخش نظرسنجی با پیرانسالان صحبت داشتند و از آنها پرسیدند که چه حال و هوایی دارند و آیا از نفقهشان راضی هستند. همچنین از آنها پرسیدند که اگر امکان می داشت که نفقت آن را بالا برید چند سو می کردید و این پول را برای چی خرج می کردید؟ پاسخ را یک جا می بینیم. در دور پیری نه پیرانسالان میرن پنسیه گیری میگیرن، این پنسیه با خوراکشون نمیرسه یا با پوشاکشون یا واینا یا محتاج فرزندان. برای همین صدی میگه که چشم اگر حق بین نباشه کور بودن بهتره، دوست اگر همدر نباشه دور بودن بهتره. روزگاری در این زمان خیلی خوب دارم، معاششون میرسد، خیلی خوبم.
نفقه شما میرسد؟ بله نفقه شما میرسد، سر وقت میگیرن. نفقه نو چیز است، همین قدر میته که نه میبری نه ناز راحت کرده زندگی میکنی. همین 496 من یادم بی بچه بی فرزند چند روز زندگی کردم ممکن. 1 کیلو گوشت 100 سم، 1 قاب 300 سم. هر کس با اختیار خود که مونه خواهش دل خودش میگیره. من خودم 230 سم میگیرم. من میخواستم که اگر بسیارتر میشه تو خوبتر بود برای من 1000 کم نمیکردم. 1000 زیاد میکردم که کم نی. همین سالهای پیش وای خالته استعمالی بود در دوره شوروی. هم یک ماه یک آدم چند قدر خوراکش پوشاک همه را شد همین حساب کتاب میکردن معین میکردن. اگر هم چیزی خالته استعمالی را بگیری اگر واقعا 1000 زیاد در کو. هم یک آدم ده من نقلیات دم میتید، آب دم میتی، آخه برق دم میتی. ای کجا میرسونه؟ 2000 باشه، 2000 باشه با هم دکک میشه. من تو نمیام. خیلی هر کس وقت زندگی خودش میدونه اصلا به که من زندگی ما گذرانده نتونستم حاضر به شیر فروشی مشغولم چون که ما در همین پولی پنسه البته نمیرسونه. یک لینچور میگیریم 280 تا 300 تومان یک مثال یک خوب برای ما اولی بسیاری 2 هفته میبرم. برای همین خیلی کمه میگه خیلی چیکار میکنیم که همین شمشیر که ما رو یادم میکنیم. امتیازها نیستم گویم اگر خطا نمیکنیم. اما امتیازها دولت هم اگر همون امتیاز دیدم که همون بعضی اداره ها بمیریم همون امتیازها درست همون چی نمیکنن. من هم مثلا که مسئله دارو با می‌نویسیم میتن همون جایی همون گرفتنش یا که همون دادنش میرویم بعضی همون دارو نیست میگوین امروز بیا پگاه دیگه بیا. این یکمش. دومش این که بیشتر نفقه خورا تمام نقلیات به پول میرفتن در شهر خودش وابسته میکنه. یک نفقه خورا از 75 بالا و چیش امتیازش داده است. تو 75 آیا ما میرسیم نمیرسیم؟ شما با سوال مساوی 75 ساله کجا میگردد؟ سال شروع ای 60 نفقه میبر اومدی امتیاز میداد میگشتی در یعنی نقلیاتی مسافربری مایده کسو خورده маршрутка اگه باورش کرده گیم وای دم باید ما به پول بریم نه که میداره میتونم میپسونند همون اتوبوس دام که میداره همراه این کارتی رایگان گفتم میزنی همون شوفر لابلونش وایزان میکند زق میکند فهمیده شما این یک کدام یا طرفی دولت گیم بخور امتیاز البته در کار نه که دولت ما که امتیاز نمیچن یک دورو را به پول نمید یک اوکول همون سوزنده را به پول نمیکنند پول نداشته باشین نگاه بینی سازد نمیکنند. متخصصان تاجیک و کره جنوبی باری دیگر در دوشنبه جمع آمدند و دورنمای ساختمان مترو در شهر دوشنبه را بررسی کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت نقلیات خبر می‌دهد که این واخوری در شهر دوشنبه زیر راهبری عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان صورت گرفته است. در آن همچنین فردوس سیدزاده معاون رئیس شهر دوشنبه و نمایندگان شرکت راه آهن ملی کره اشتراک داشتند. با اطلاع منبع وزیر نقلیات تاجیکستان گفته است ساختمان مترو از زیاد شدن شدتناکی حرکت واسطه‌های نقلیات و تنبشوی آینده در کوچه‌های شهر دوشنبه پیشگیری می‌کند. وزیر همچنین اظهار داشته است که ساختمان متروی زیر زمینی در نقشه ژنرالی شهر دوشنبه پیش بینی کرده است. درباره مکان بنیاد راه زیر زمینی معلومات داده نشده است و همچنین معلوم نیست که کار ساختمان مترو کی آغاز می‌گردد. از این پیش وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده بود که با شرکت راه آهن ملی کره برای ساختمان مترو در دوشنبه تا سال 2040 سازشنامه امضا کردند. سال 2019 رسانه‌ها از قبل حکومت دوشنبه خبر داده بودند که طبق نقشه ژنرالی پایتخت نخستین خط هوایی مترو ساخته خواهد شد.
ساکنان دوشنبه که در استفاده نقلیات مشکل دارند سالهاست آرزوی ساختمان مترو را میکنند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد. 1 октябри соли 1945 дар Тоҷикистон дивизияи 201 артиши шӯравӣ мустақар шуд. Дар соли 1992 баъди суқути шӯравӣ, азбаски Тоҷикистон аз мероси низомии СССР даст кашид, ин дивизия ба ихтиёри артиши Русия гузашт ва дар соли 2005 ба пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистон табдилӣ ном кард. пойгоҳи иборат аз 7000 сарбоз азимтарин ҳайати низомии Русия дар хориҷа буда, бар асоси созиш бо ҳукумати Тоҷикистон амалан ҳаққи бемаҳдудият ҳузур доштан дар хоки ин кишварро дорад. 1 октябр бо қарори маҷмӯи кулли Созмони Милали Муттаҳид аз соли 1990 ҳамчун рӯзи байналмилалии мардуми пиронсол таҷлил мешавад. ҳисоб шудааст, ки дар Тоҷикистон беш аз 5 миллион нафар нафақахӯр буда, баробар бо ин як қишри осебпазир ба шумор мераванд, чун бо нафақаи ҳадди аққал зиндагиро пеш мебаранд. аксар кӯҳансолон дар Тоҷикистон бо умеди кӯмаки фарзандон зиндагӣ мекунанд. 1 октябри соли 1937 нависанда Юсуф Акобиров таваллуд шудааст. муаллифи қиссаи «Вақте ки Осиё бозмонд», романҳои «Замини падарон», «Норак» ва китобҳои дигар нахуст бо қиссаи «Осмони соф» аз ҳаёти ҷавонон машҳур гашт. осори ӯ ба даҳҳо забони дунё баргардон шудааст. соли 2001 дар шаҳри Душанбе даргузашт. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 114 سومانی، 100 یورو با 1191 سومانی و 100 دلار را 1064 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تا فردا در همین وقت ساعت خیر. خدا نگهدار.